خانم، اجرت این کار چقدره؟ چقدر زیاده؟ اجرتش بالاست؟ حتما این سوال رو زیاد شنیدی یا خودت پرسیدی؟ نه؟ بیاین یه بار برای همیشه بفهمیم اجرت ساخت طلا یعنی چی؟ ببین، اجرت ساخت یعنی هزینه زحمتی که استادکار برای ساخت اون قطعه طلا میکشه. از همون لحظه‌ای که طلا ذوب میشه تا وقتی فرم میگیره، لحیم میخوره، پرداخت میشه، سنگ میذارن، برق میفته روش. همش با دقت و حوصله است، با دست انسان، نه فقط با دستگاه. مثلا یه زنجیر ساده که دستگاه میسازه اجرتش خیلی پایین، ولی یه انگشتر خاص یا گوشواره ظریف دستی ساعتها زمان و دقت میخواد. طبیعتاً اجرتش هم بالاتره، چون پشتش هنر و عشق خوابیده. حالا چرا اجرت‌ها فرق دارن؟ چند تا چیز مهم دخیله. اول، نوع کار دستی یا ماشینی. دوم، ظرافت و جزئیات طرح. سوم، برند یا کارگاه سازنده. و چهارم، خاص بودن مدل. کارهایی که خاص‌تر و تکراری نشدنی‌اند معمولاً اجرت بالاتری دارن. خیلی‌ها فکر می‌کنن اجرت بالا یعنی گرون‌فروشی، ولی اجرت بالا یعنی کار با ارزش‌تر و خاص‌تر. تو داری اون هنر و زمان یه استادکار رو می‌دی، نه فقط قیمت طلا. مثل وقتی که لباس دوخت سفید بشه، با اینکه لباس آماده هست، ولی اون سفارشی، خواستم و فقط برای تو. پس دفعه بعد که رفتی طلا فروشی و شنیدی اجرتش بالاست، یادت باشه داری یه کار خاص‌تر رو می‌خری، یه تیکه از هنر و احساس یه انسان، نه فقط یه فلز قیمتی. طلا فقط طلا نیست، یه تیکه از عشق و هنر.